این زمین را ارج از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان. اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست. از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان. این زمین را ارج از عرش است. بیاموز هرچند بیتوانی، مگر خویشتن شاد گردانی. این زمین را ارج از عرش است. شنونده عزیز، شما خوانشی بدیعی را تحت عنوان داستان نازگل در پیشنهاد مؤلف جانبک اسراریان و کارگردان زبیدالله جان محمد میشنوید. داستانی نازگل. محاربه کوه نمک. آغاز گفتار 17. کوه نمک حوادث و واقعات زیادی را شاهد است. اگر او به زبان می آمد از سپاهیان اسکندر و غارت و غصب منطقه از جانب عرب‌ها برایمان قصه می کرد. ولی شمه از این حوادث را سرچشمه‌های خطی و فرزندان با ناموس ننگ تا امروز در نوشته‌های خود برای آگاهی و زیرکی ما نگاه داشتند. اسناد تاریخی و آثار وامانده باستانشناسی تاکید می‌کند که از گذشته پر افتخارمان بنازیم. چنان عرب با آسانی شهرستان‌های پرثروت و استوار ایران را ضبط نموده قسمت‌های افزون ورارود را فتح کرد. ولی اسب غضبش در گل ختلان فرو ماند. منبع‌شناس محترم غالب غایبف در تکیه بر الازوری می نویسد که حمله نخستین عرب‌ها به ختلان سال 676 با سروری سید ابن عثمان و دومش سال 696 به وسیله امیه ابن عبدالله به وقوع پیوسته است و مقاومت در دو حالت به پیمان مشترک انجام خورده است. یک نکته مهم را می باید ذکر کرد. عرب‌ها که مثل طوفان و سیل هرچی سر راه بود می رفتند و لشکر سرشمار گرد آورده بودند و در شام و بین نهرین و ایران موفق می شدند. بارها آمادگی دیدند و مراتب سیوم پس از تیاری کامل بعد 30 سال به ختلان هجوم کردند و باز شکست خوردند. این دلیل روشن آبادی و جسارت جوانمردان سرزمین بوده است. از عاقبت حمله دیگری عرب‌ها سالهای 718 719 در آوان والی خراسان بودن جراح ابن عبدالله و سپهداری جهم ابن زهر معلومات کافی در نوشته‌ها موجود نیست. یا در حکم فراموشی افتادند یا در مقاومت‌های شدید نابود گردیدند. در این میان موافق اخبار سرچشمه‌ها در خلافت دیگرگونی‌ها به وقوع پیوست. خلیفه هشام ابن عبدالمجید به اسد ابن عبدالله اعتماد کرد و او را والی خراسان تعیین نمود. سلحشوری و منفعت جویی در او بروز کرد و پس از ضبط یک قطار ولایت‌ها از جمله غور و نیمروز و طالقان از امور گذشت و سال 725 میل غصب ختلان نمود.
ولی در مقابل لشکر 50,000 شاه ختلان شابال و اتفاقچی او سپهسالار ترک صلح نپایست و کاملا تارمار شد. به جای اسد ابن عبدالله در خراسان اشرس ابن عبدالله سلمی والی تعیین شد. به قول بلازوری نخست از مردم خراج را برداشت و پس آن عکس آن را کرد. مردمان از او دور شدند و ترکان اشرس را کشتند. بی‌سرانجامی‌های زیادی در ادارات سیاسی خلافت رخ زد و بار دیگر سال 735 اسد ابن عبدالله بر تخت خراسان نشست. او شکستش را در یاد داشت که آهنگ قصدگیری از مردم ختلان کرد و سال 737 به این سرزمین هجوم نمود. آن زمان بنا به نوشته غالب غایبوف حاکم ختلان خادش الجیش و پژوهش تاج‌الدین غلاموف خادش قلعه زیگرک یا زغرک را به اعراب گذاشته به یاری و طلب همسایگان خود رفته بعداً به چین پناه میبرد. در این مدت سرور سپاه ختل را مرد محلی با نام ابن سایجی به عهده گرفته بود. از اخبار آن اوان معلوم می شود که پیش از مرگش سبال همان معروف به شهبال ابن سایجی را نایب خود کرد و امرهاش داد که از جانب محمد جریر طبری ذکر شده به طریق زیل با مردم چون من گردن فرازی مکن و ملک را نظام باید و کسانی که نظام ندارند اوباش باشند. با عربان جنگ مکنید تا توانید آنها را با حیله از خویشتن دور بدارید. در نوشته های محققان منظره عمومی اوضاع آن دوران موافق به نگاشته های منبع های تاریخی روشن و واضح می نماید. تصویر حالت بار دیگر عمل عرب های غنیمتجو را نمایش می دهد. اسد که مالک دیج زغرزک شده بود اموال و گوسپند زیاد گرد آورد و حرصش روز به روز می افزود. در میان ابن سایجی و حاقان ترک سویاب به جنگ عرب آماده می شدند و پس از 17 روز به سپاه متحده با عرب ها به جنگ پرداختند. اسد حریص با غنیمت ها شکست سخت خورد و به بلخ پناه برد. شنونده عزیز، چرا درباره واقعه معروف مفصل می نویسم؟ تا مردم بدانند که شکست اعراب در سرزمینی به وقوع پیوست که پدرانشان بلکه نیاگان بزرگشان میزیستند. آنها هیچگاه پیش غاصب سرخم نکردند و نیز یقین می شود که اعراب برای گسترش دین با چشم سیر نآمده بود بلکه غنیمت می جست و تلاش به ثروت‌های ملک داشت. آوردند که یکی از یاران حاکم به اسد ابن عبدالله چنین گفت: ای اسد، مگر از کار ماوراءالنهر عبرت نگرفتی؟ بسیار حریصی. می باید از ختلان چشم می پوشیدی که سرزمین پدران و نیاکان من است. اسد گفت: چنان بود که دیدی. شاید خدا از تو انتقام بگیرد. بعد از این گفته ها قشون حاکم به خندق سپاه مسلمان حمله برده تا غروب آفتاب محاربه کرد و هر سوار ترک یک غلام عربی با خود می برد. صبح دیگر ترکان به اسد حمله بردند و این به روز فیتر بود. اسد سوی بلخ رفت و در مرغزار آنجا اردو زد تا زمستان بیاید. آنگاه کسان در خانه ها پراکنده شدند و اسد وارد شهر شد. مردم بلخ شعر تمسخرآمیزی گفتند به پارسی: از ختلان آمدیه، آبار باز آمدیه، تو به تباه آمدیه، خشک و نیزار آمدیه. گذشتگان حالت نگار از خصوص لشکری عرب و مقدارشان برایمان معلومات باقی گذاشتند. و قول محمد جریر طبری سپاهی اسد از مردم خراسان و شام 7000 کس بود. شکلی که میبینیم در ضبط ورارود مردم اسلام پذیرفته که هیچ قرابت به عرب نداشتند شرکت نمودند. وگرنه عرب که صدها فرسخ از سرزمین ما و ذخیره های انسانی دور به مردم دلیر و شجاع پیروز نمیشد و این قبیل حوادث را تاریخ زیاد یاد دارد. بنا به نوشته بابا جان غفورف بار دیگر اسد ابن عبدالله با لشکر 30,000 نفره سال 737 به ختلان هجوم کرد. از جانب ختلان سروری به دوش بدر ترخان بود. اسد از دریای آمو گذشته به سمت کوه نمک حرکت کرد و با دسته های بدر در نبرد شده قلعه ختل را محاصره نمود. بدر ترخان بعد محاصره مجبور شد با عرب ها صلح بنده. از روی پژوهش غالب غایبوف در این امر اسد ابن عبدالله یکی از نزدیکان خود را به نزد بدر ترخان فرستاده برای بستن صلح فراخواند و کفالت داد که
با بستن صلح او را سلامت به قلعه خود باز می‌گرداند. از مناظره بدر ترخان با اسد ابن عبدالله مورخ ممتاز طبری خاطره کرده است که بسی شگفت انگیز است. او می نویسد: نخست اسد ابن عبدالله صلح را نپذیرفت و گفت: تو مرد بیگانه از مردم بامیان، چنان که به ختلان آمده ای از آنجا بیرون شو. یعنی چه خیلی که آمده بودی همین خیل برو. بدر ترخان گفت: تو با 10 اسب دنبریده به خراسان آمدی و اگر از آن بیرون شوی با کمتر از 500 شتر نخواهی رفت و من با چیزی به ختلان آمدم، آن را به من بازده چنان که وارد شدم از آن بیرون شوم. اسد گفت: چی بود؟ بدر ترخان گفت: جوان بودم که آمدم و با شمشیر مال به دست آوردم و خدا خاندان و فرزند به من نصیب کرد. جوانی مرا بده تا از ختلان بیروم. تو میگویی از پیش خاندان و فرزندان خیش بیروم؟ مرا بی خاندان و فرزندان بودن چی سود؟ این سخن اسد را خوش نیامد. بدر ترخان را در بند کرد و به ابو اسد سپرد که او را شبانگه به اردوگاه ببرد. ابو اسد و سلمه نگهبانی بدر ترخان را میکردند و به خود میگفتند: مصعب نباید او را رها کند. ما به وسیله پلها که ساخته ایم وارد شهر میشویم. مانعه بدر ترخان از حمله با ما این بود که امید صلح داشت. اکنون که از صلح ناامید شده از کوشش باز نخواهد ماند. او را امشب در خیمه نگاه دار، مگذار که مصعب به قلعه‌اش فرستد. اسد کس پیش بدر ترخان فرستاد که وی را ببردند و بدو ناسزا گفت. بدر ترخان بدانست که پیمان وی را شکستند و ریگی برداشت و به طرف آسمان افکند و بگفت: ای این مگر پیمان خداست؟ آنگاه ریگ دیگری گرفت و به طرف آسمان افکند و باز بگفت: مگر این پیمان محمد است؟ در پیمان امیر مومنان و پیمان مسلمانان نیز چنین کرد. اسد بگفت تا دست او را ببریدند. پس از آن اسد یکی از بنی ازد را دعوت کرد که بدر ترخان یکی از این قوم را کشته بود. اسد گفت: گردنش را بزن و چنان کرد. پس از آن اسد بر قلعه تسلط یافت و قلعه کوچک بالاتر از آن بماند. فرزندان و اموال بدر ترخان در آنجا بودند که به تصرف آنها نیامد. آنگاه اسد سپاه را به دره‌های ختلان پراکند. این پاره اقتباس بود از تاریخ طبری. منظره یا صحنه شگفت‌انگیز است که از دلاوری و وطن‌دوستی جوانمردان سرزمین دلیل می باشد. کجاست ادیبی که ستایش زمره نامآوران را به امروزیان بینماید؟ یک صحنه خاطرمان خواهد بود برای فیلمنامه‌های تاریخی تا هر فرد وطندار از دین و دیانت و فراست و خیانت عربی بیابانگرد واقف بشود. و این همه در گرد و ونه کوه نمک و اینک معروف به خواجه مومن صورت گرفته بود. عرب‌ها 5 مراتبه به ختلان با قوای زیاد حمله کردند و در انجام به وسیله نیرنگ و حیله بر مردم رزماورش پیروز شدند و پرداختند به غارت و کشتار. محققان تأکید میکنند که سبب پیروزی‌های عرب به اعتقاد سخت جانیسارانه پیروان پیغمبر به دین آورده او منسوب نبود و در ابتدا نه همه لشکریان به اسلام داده شده شهید شدند و غزوات را مقدس می‌شماریدند و نیز به درستی اظهار می‌دارند که دزدان و غارتگر در صف سپاه عرب زیاد بود که به خاطر غارت و استثمار پیوسته بودند. شنونده ارجمند، سرزمین مردان شجاع و اسبان بدوی مشهور با کوه سراج که امروز امام اسکرش میگوید و خواجه مومن در میان سیاحان شناخته شده است. خاصه خواجه مومن که در زبان عرب‌ها با عنوان جبل الملک گردش داشت. در آثار قبل از آنها با نام مختان یا میغتان ذکر می شود. با ویرانه‌های شهرستان‌هایی که از قلعه خواجه مومن نمایان می شود نگریسته می خواهم منظره واقعی همان ایام را تصور کنم. در مغزم 2 جهانبینی، 2 عقیده و کیمچه های دیگر در نبردند. یکی به مذهب بستگی دارد، دیگری به تاریخ. نخستینش به اعتقاد و باوری بابا و پدران که مدام تلقین از راه و روش درست اسلام و عزیزان و اولیاء میکردند تکیه میزنند. دیگر اسناد تاریخی و فهمیش و جهانبینی عرب اصل 20 که با گذشت 100 ساله ها در زینه ابتدایی و فراست بیابانگردی ماند.
جلادان عرب چی دهشتی بر سر مردمی بیچاره و بخت برگشته ریختند. بنده اینه که آثار حکیم فردوسی را میخوانم، اوضاع و حال زارش را تصور میکنم که از این ساران بی آب و رنگ، بی دانش و بیهوش چرا هم میتوان انتظار شد؟ او می نویسد جهان را دیگرگونه شد رسم و راه، تو گویی نتابد دیگر مهر و ماه. زمین نشعه و نغمه از چنگ رفت، ز گل عطر و معنی ز فرهنگ رفت. ادب خوار گشت و هنر شد وبال، ببستند اندیشه را پر و بال. شنونده ارجمند، به چند جهت کوه نمک را می باید مقدس شمرد، چون که همه ما می دانیم مقدسات نمک ازلی است. شرف و شان ملک و کشور است. نصف جهان مسکون را در طول عصرهای زیاد نمک خورده داشته است، از جمله عربی بادیه‌گرد را نیز. و آن کرنمکان بارها از نعمت فراوان سرزمین بهره برده، ولی به سر زن و فرزندان و جوانمردانش تیغ کشیدند و خاک مقدس را به خون آلودند. کوه نمک تمثال غیوری و رمز پیروزی نیاگانمان است. اسناد معمول را نیز باید از خود کرد. خواجه مومین از نظر ساخت و ترکیب گیاهی خیلی کهن است. از روی موقع جایگیری، نمود و شکلش میان کوه و تلهای دیگر فرق دارد. مانای بیضه در همواری نمایان می شود. در نظر اول نه چندان بزرگ است، ولی هنگام نزدیک شدن شهامت بلندی و وسعتش نمایان می گردد. کوه گویا مخصوص به دره با دو قسمت شده است. قسمت شرقی عبارت است از باغات خرم و دلکش و مرغزار سبز و دلربا. مردان با ناموس و ننگ و صاحبکاران باغات زیبایی بنیاد کردند تا به دهه قراقاج. در میان باغات محصولات گندم، جو جودار و لوبیاگی در نشو و نمایند. قسمت غربی کلف و شاخه‌های عظیم دارد. از بالا به سرازیر شاخه‌های نمکین مانای سرنیزه سربازان بی عدد روییدند. چشمه‌ها با آب شور فراوانند. آب‌های از داخل کوهجاری هر لحظه نمک تولید می‌کنند. انیق‌ترش نمک پیش چشم می‌شکفد. زیبا و دلبر می‌شکفد به سان برف. برخلاف پیندار بالای کوه در برابر پیچ و خمی‌ها و گردش‌های پرپیچ و تاب میدانی پروسعتی دارد با ارچه و پیسته و توق و زلال، آلوچه‌های سرخ و زرد و سیاه ادیری و بیش از 70 نمود نوع‌های گیاه‌های دوایی، خوشبوی و گوناگون رنگ. باغات طبیعی به اندازه وسیع است که ناحیه واسع را با ناحیه همدانی می‌پیوندد. منظره قطعه‌ها و راه‌های پیچیده به عنوان درختان شبیه یکدیگرند و برای نفسفر دالان پیچ لابیرین را به وجود می آورند. در صورت دقت نکردن مسافران را گم می زنند و ساعتها در یک جای دور می گردند. این خاصیت و طبیعت فردوسگونه بالای کوه افسانه طلسم خواجه مومین را ایجاد کرده است. از چند سمت راهی برآمدن به بالای کوه وجود دارد. جاده اساسی از سمت شرقی واقع است. در بلندی به خاطر حضرت خواجه مومین مرقد بنیاد کردند که همه اتریبوت‌های خاص در عزت شخصیت معروف و قدسی رعایت شده است. در مزار و میدانچه گردونه درختان توق بسیار ساله قامت افراختند. در جنوبتر از مرقد در بلندی سمج نچندان بزرگ سنگین بیراق و روزنه بنیاد شده است که خانقاه عنوان دارد. مردم محل آن را به خانقاه بزرگوار و چیله‌خانه دوره‌های پسین نسبت می‌دهند. خانقاه 1.5 به 2 متر بر و درازی و از 2 متر بیشتر بلندی داشته با مواد آمیخته‌اند که سمنت شوریده را می‌مانند. در آن 2 نفر امکان نماز گزاریدن را دارند. در نزد آن طوق بسیار ساله قد کشیده است. میان مرقد و خانقاه مانند اژدری افسانوی در هم پیچیده پیسته‌ای به نظر می‌رسد که مساحت بزرگی را با تنه و نوده‌هایش ضبط کردند. رستنشناسان عمر آن پیسته بونه را از 1000 سال بیش و برخی از 3000 سال زیادتر می‌دانند. شنونده ارجمند، این همه را با دیدن و تشخیص و تخصیص طبیعت کوه سیرناک می‌نویسند. بهار و تابستان سال 2006 هنگام برداشتن فیلم مستند تلویزیونی تحت عنوان میغتان، گروه ایجادی 10 روز مکان زیست همین موضوع را برگزیده بودیم.
روزهای گرم که شاید از 40 درجه هم بیشتر میترسید، پناهگاه همان خانه طبیعی ساخت مغاره خواجه مومین بود. در پایان دره عظیم که بلندی شاخهایش 100 تا 150 متر می رسید، همین غار یا مغاره واقع بود. درآمدگاهش با بلندی و بر در شکل 7، 8 و یا 13-14 متر وجود داشت. هوای مساعد و سلقینش از گرمای بیرون 13-15 درجه فرق میکرد. مساحت مغاره وسیع بود و میتوان حجم آن را با مسجد جامع در قیاس گرفت. از میان مغاره جوی سرد جاری میشد که صدای زیبایی را در فضای مغاره میپراکند. تنین صدا و نسیم فوران به دلها فرح می آورد و خستگی را رفع میکرد. کارشناسان تحقیق کردند که این گونه مغاره ها درمانبخش جسم ضعیف و دوای درد بیماران فشار بلندی، ضیق نفس و دیابت قند می باشد. واقعا برای نشسته و نفس تازه گرفتن در این قبیل غارهای قفقاز برای 1 ساعت $20 می ستانند. عملداران و ثروتمندان تاجیک خیزنان و تیزنان با سنگهای مرغلان و قفقاز با مبلغ هنگفت به مقصد طبابت سفر می کنند و به یادشان خواجه مومین نمی رسد. از قدیم منظره های موضع جالب و حیرت آور بودند. حاجی حسین در پاره از داستان کامدیو آمدن به مکان افسانوی اشارت می کند که خیالم را سوی خواجه مومین می کشد. ببینی صنعت دست خدایی در آنجا گر تفرج می نمایی که کردن نقش ها در جوهر سنگ جددون بیزون خمرون مختلف رنگ نماید راسیات این شترکار قطار بختیان اما نمکبر. در این میان می باید به واقعیت توجه کرد که از باور و جهانبینی ساکنان گرد و اطراف بستگی دارد. در یک روایت همگیر منعکس می شود که با 2 کوه نمک حوزه رودهای یاقسو و سرخاب در ارتباط می باشند و ارزش دیگری دارد. موافق آن گویا خواجه مومین و خواجه سرتیز که در مسافه 18-20 کیلومتر از هم قرار دارند برادرند و گویا آنها در یک زمان از جانب کافران قتل شدند. هرچند در آخر عصر 19 معلومات درباره امام مومین وجود دارد. در نوشته های میف آمده است که در کوه اولیا امام مومین نمک نهایت فراوان است. از آن کلاب و بلجوان و حتی بدخشان را با نمک تامین کردن ممکن می باشد. در نوشته پالکونیک روس لاگافیت که بارها سفر بخارای شرقی داشته است، نام خواجه مومین نیز وامی خورد. او از صفت عالی نمکش معلومات داده است. باورها درباره برادری خواجه مومین و خواجه سرتیز یک عنعنه تاجیکی یا مسلمانی است. چون خاطره تاریخی از آنها یاد ندارد، این چنین نتیجه برداشتند. آنها در زمینه اندیشه و اسناد علمی پیدا نشدند، بلکه اهمیتی هم ندارند. آن را همچون خصومت دورانها میتوان پذیرفت. در تخیل مردم کافران نیروی بدی اند که به قتل و کشتار و خرابی شغل می‌ورزیدند و نیز راه آسان حل مسئله در جریان معنیداد حوادث می باشد و از جانب دیگر از دوش مسلمانان دور انداختن بار جرم و گناه و مسئولیت بوده ترجیح صاف نکویی همه اعمال دینی و دینداران به شمار می رود. در این روند دلیل تاریخی اهمیت پیدا نمی کند که به اندیشه حاکم یعنی تعلیمات اسلام موافق نیست. برای درک آن دلیل و دستک فراوان داریم. اگر سخن از باب کافران و کشته شدن 2 برادر می رود، پس واقعه باید 1000 سال قبل ایجنه در زمان هجوم مغول رخ داده باشد که در ابتدا اسلام ناآورده بودند. باقی هر مهاجم تا غصب آسیای میانه از طرف روس‌ها مسلمان بودند، ولی در این دوران‌ها اسم 2 بزرگوار در سرچشمه‌های تاریخی وان نمی‌خورد. اگر شهرتی می‌داشتند و یا شخصیت تاریخی می‌بودند، از آنها در صحیفه اشاره می‌رفت. دانش‌هایمان ثابت می‌کند که کوه نمک یا میقاتان خواندن کوه به حقیقت نزدیک است. کوه نمک به خاطر واقعیت که نمکستان است و هم به نام شخصیت‌ها گذاشتن نام موضع‌ها از عنعنه‌های مردم ما نبود. همزمان ترکیب زبانی و معنایی میقاتان، میختان، مقاتان را شرح دادن شاید. اگر بگیریم ریشه واژه میغ است، پس جای باید بوده باشد که ابر و سحاب از آنجا خیزد. در این مورد روایت معمول در میان مردم گسترش دارد که بالاتر گفتیم.
وابسته به قانونمندی زبان باید واژه تصادفی نباشد. اگر هست خیلی قدیمی است یا آمد. در این حالت باید به تپانیم، میکروتوپونیم و گیدرونیم های گیردوانه مراجعت کرد. چنان با ریشه میغ در حدود ناحیه شمس‌الدین شاهین قلعه است با نام میغفرا، جایی که با ابر پوشیده می شود. هم در منطق و اصل واقعه و تناسب موافقت وجود دارد، یعنی واژه یا اصطلاح تصادفی نیست. در برابر این سند برای کامل نمودن اندیشه ها به توپانیم های گیردوانه توجه می کنیم که از نظر ساخت و ترکیب با میغتان و میختان هماهنگی دارند. منظور توغرک و پایتو، نام کهن‌تر شهرک واسع می باشد. در این حالت ما را لازم می آید به ریشه واژه های پردازیم که با توغ در ارتباطند. چنان ذکرش رفت در کوه درخت توغ فراوان می روید. شاید به باورهای مردمان بستگی داشته باشد، هرچند در معنیداد زبانشناسان تاجیک تحقیق ما خاک می خورد. در نوشته هاشان توغ، تاغ، توک آورده ترکیش معنیداد کردند. در فرهنگ زبان تاجیکی می خوانیم تاغ ترکی است. درباره نام درخت بودنش حرفی نیست، ولی فهمیدن ممکن و اشاره به شعر است. عشق آتش تیز و آتش تاغ منم، گر عشق بماند این چنین آه منم. از نظر ما شرح و معنیداد چندان باوری بخش نیست، مثل توک و توغ که آن را نیز ترکی می گویند. و گویا موی اسب است که به بیرق می بستند. بیرق علم پرچم آمده است آنجا. نخست از درفش تاجیکی یاد نشده است و از حکیم فردوسی بیتی آوردند: سرش ماه زرین و توغش بنفش، به زیر بافته پرنیانه درفش. در این بیت به هر دو معنی که گفتند آمده است. غلطی است که حکیم فردوسی پرچم را در نظر بگیرد و بگوید توغش بنفش و پرنیانه درفش. اگر به معنی اوله تاکید کنیم آمده است، هیچ نمی شود چی موی اسب بنفش رنگ نبود. به هر صورت اینجا به معنی دیگر باید باشد، یا چوبی پرچم یا چیزی دیگر و ترکی نیست. در فرهنگ امید اشاره به برآمد واژه نیست. توغ، تاغ از درخت جنگلی که آن را برای سوزاندن به کار میبرند. تاغ هم گفتند. در برهان قاطع آمده است: آزاد درخت است که آن را در گرگان زهر زمین و در فارس درخت تاغ و توغک میگویند و به عربی القم خوانند. و هنزل بار و میوه آن درخت است. اگر برگ آن را بهایم بخورند بمیرد و اگر سر بدان شویند موی سر را دراز کند. و بعضی گویند آزاد درخت تاغ است و هیزم آن بهترین همه هیزم هاست، چنان که آتش آن مدتی بماند. انجام اقتباس از برهان قاطع. قبلا در ابتدای تشریحات خود محمد حسین برهان بارها به اصطلاح تاغ و تاغ مراجعه کرده است. جای تصدیق میکند. تاغ را گویند و آن درخت است که چوب آن را هیزم سازند و آتش آن بسیار بماند و آن را به عربی غذا گویند. در صفت چوبش نیز معنی دارد که تاغ هیزم می باشد که آتش آن بسیار بماند. پژوهشگران نامی مسعود میرشاهی و یوسف نورعلیف به نتیجه رسیدند که نام توغ در اوستا سنگین درخت است که در نواحی ولایت ختلان، درواز و ونج باقی مانده و توغ در ناحیه اشت و قطران نیست که در زرافشان و دیگر منطقه‌های ولایت سوخت معلوم است. چندی از شاعران شهیرمان از جمله ابا عبدالله رودکی و حکیم فردوسی اصطلاحات عربی و ترکی را در آثارشان کم استفاده کردند یا کاملا رد میکنند. ولی در نوشته استاد ابا عبدالله رودکی وا میخوریم: شاخ برآمد از سر شاخ درخت تود، شاخ زیمشک و شاخ زیانبر درخت عود. از روی صفتهایی که دارد و باور و عنعنه‌هایی که در مردمی کولاب گردش دارد باید توغ از رستنی‌های مقدس باشد. برخلاف نوشته‌های محمد حسین برهان مناسبت به این درخت دیگرگونه است، چرا که توغ در مزار و مقبره‌های عزیز و اولیاها می‌خورد و مورد پرستش قرار می‌گیرد. هیچگاه بریده و در خانه‌ها به صفت هیزم استفاده نمی‌شود. در زیرش ناپاکی‌ها نمی‌گذارند و نمی‌پرتایند. از شاخه‌هایش تومار توغک و از میوه‌اش دستبند گوهاره و برای طفلان مهره بر ضد چشم و قوای بد می‌تراشند و آماده می‌کنند.
در حقیقت تا سالهای نزدیک در تل و تپه‌های اطراف و گرد و پیچ مزارها این نوع درخت خیلی زیاد بود و هنرمندان زیادی بودند که آنها را تخم‌تراشان می‌نامیدند و دهات توغرک و پایتوخ به همین پیشه بستگی دارد. انجام گفتاری 17. شما خوانش بدیعی را تحت عنوان داستان ناسکل در پیشنهاد مؤلف جانبک اسراران و کارگردان زبیدالله جان محمدов شنیدید.